بریم ما اینو تست بگیریم. بریم آقا بیا ما هم میخوای ویدیو کامل نخن آقا ویدیوه. بذار آقای آرش ما یه لحظه ببخشید. این خدمت شما. خب برکلا اینو میخوام تا 12 دقیقه نگه دارم. 12 دقیقه حافظه گوشی پر میشه. نه هر 30 ثانیه هر 30 ثانیه میشه حدود 300 مگ. 300 مگ. هر 10 ثانیه 10 مگ. 100 مگ آفرین. خب این لوپه بچه‌ها. اینجا هم خیلی تمیزه. برقا رفت آقا آرش گال. آقا آرش این چیه اینجاست؟ چند درصد شارژ شد؟ 46. این رمزشو بلدی؟ نه. بلد نیستی واقعا؟ نه واقعا نمیدونم. چرا؟ دوست داشتیم رمزشو بلد دیدی؟ این ویدیو آپلود هم میشه واقعا هم خوب گفت. اکشن برم برای پیج گجتی. آفرین. بریم بفرمایید. بریم مامان رو ببینیم. مامان خیلی منتظر ما. مامان مامانم منتظر ماست. حتی عمو مامان هم منتظره. آره تو پارکینگ ماشین. بریم. عمو مامان این ور واکو. آقا مامان خدا. خب آرش تو این ویدیو قرار 2 دقیقه. آقا مامان واس کنین درو. خدا نگهدار. خدا. آقا آرش آرش خدا کنه سویچ ماشین رو جا نداشته باشی. بسه اینکه سویچ ماشین بود تو مغازه جا فندک هست سویچ ماشین نیست. نه اکه ببرم شما ویدیو رو بگیرید تو ما بذار سویچ رو بیاره. نوبتی هم باشه نوبت توه. نه سویچ جا گذاشته. ای خدا آمانو اینه کدوم هست آرش؟ اینه فعلا هیچی اثرات نخوردن صبحانت. مامان خب آقا مامان خب سویچ ما این باشه. بیا خب لحظه آرش نکنش تو کوچه ما. نه چیزی دوله بیا تایم داری آقا آرش. 4 دقیقه شده اما با اجازه ما رفتیم. اشکال نداره ببخشید این ویدیو تستیه حالا دیگه چی؟ هزار تا نه این برای جای دیگه است. اینجا ایرانه. فقر پارکینگ های خیلی خصوصی. خب آره ایرانه دیگه چیکارش کنیم.
گفته اینجا مجانی نیست. ما هم نمیدونستیم مجانی نیست. خیلی خوب میخندی ها. عجب کیفیتی. به به. اشکال نداره تا شانس ما دیگه. بزنه آقا نگاه کنید تیبا سوار. نگاه کن مثلا ماشین ساعت اگه آمریکایی این ویدیو رو ببینن که نمیدونیم والا. خب میریم که بریم. قدرت تو سادگیه. بده به من. دقیقا آقا آرش جون بریم. نیارش سمت من آرش. ما عادت ندارم به دوربین. مغزت باید عادت کنه به دوربین. خیلی زایم آخه. موقعی که دوربین رو بردم سمتت یه نتایی سیزه دوازی شد. انگار خودتو گرفتی. نگاه کن اینجا رو. انگار خودتو گرفتی مثلا. والا به خدا. بذارید یه آهنگ براتون بذاریم شما هم حال کنید بالاخره. کوچه های کابل اینجا بهتره. قشنگ انگار افغانستانه. عمو سعید. عمو سعید و عمو سعید. گفت نداره چی کار. خب یه آهنگ خیلی جسور بوده این طرف. آره که میره جلوی مردم میگه. آره واقعا اصلا ببین از خودت فیلم بگیری راحت تره تا اینطوری. نه راستی دیگه. خیلی قشنگ بود جمله. خیلی منطقی بود. مرسی از آرش جان. آرش جان ویدیو راستی واقعا سخته اینکه مثلا همه رضایت داشته باشن. آره بابا یکی برمیگردن آقا چرا داری ویدیو شکایت میگیری؟ کردن ازش. اما یه چیزم بگم مثلا به خانوم کمتر گیر میدن برای ویدیو گیره. مثلا اون طرف میبینی هیچی نمیگه. آفرین. مثلا تو الان اگه خانوم ویدیو بگیری آره قشنگ بازت میکنن. اینجا ایرانه. یعنی جایی که This is ایران. اینجا عجب ویوی داره. پارک چمران. پارک چمران رو بگیر. پارک اینجا چمران اسمه. چمران خودش مرده ولی پارکش زنده است. ایوان. اینجا پلیس ها اکثرا به ماشین ها گیر نمیدن، به مردم ها گیر میدن. بریم یه نفسی بگیریم. بازه؟ آره. چند دقیقه شد؟ 10 دقیقه. 10 دقیقه؟ 10 دقیقه به نظر شما کافیه یا 12 دقیقه؟ خوبه 10 دقیقه. دیگه بذار قطعش نکن آقا آرش. بریم پشت L90 بزنیم که البته L90 هم مگان ماشین میاد. اینجا بهتره پلاکمون هم نمیگیرن. چسبونیمش به مگان تا نگان. اوکی.